در همه کشورهای متمدن حکومت‌ها همیشه کوشش می‌کنند که تا توان خود برای مردم زندگی شایسته و ارزنده فراهم آورند. نرخ‌ها را ارزان کنند و نیازهای اولیه را با نرخ دسترس به شهروندان خود پیشنهاد کنند. اما در تاجیکستان این برعکس است. همیشه حکومت کوشش می‌کند مردم زندگی شایسته و آزاد نداشته باشند. با هر بهانه آزادی‌ها را محدود می‌کنند و نرخ‌ها را می‌بردارند. حالا سر و صدا نسبت قیمت کنی نرخ سیم کارت و عوض شناسنامه پست نشده، اکنون حکومت می‌خواهد قیمت استفاده قوه برق را بالا برد. طبق قرار حکومت از 1 سپتامبر سال جاری قیمت استفاده برق در کشور باز بالا برده می شود. بد بودن شرایط اقتصادی مردم، نبودن جای کار و دیگر عاملا را به نظر نگرفته، امروز بالا بردن نرخ برق از طرف حکومت کشور باری دیگر دلیل بر آن است که حکومت در تاجیکستان هیچ وقت مردمی نبود و مردمی نخواهد شد. هر باره که حکومت تاجیکستان نرخ برق را بالا می‌بردارد می‌گوید که این امر با درخواست بانک جهانی صورت گرفته است، یعنی بانک جهانی از حکومت تاجیکستان تقاضا کرده است که نرخ برق را بالا بردارد و آن را به معیارهای بین المللی مطابق گرداند. پس چرا زندگی مردم را در تاجیکستان با درخواست بانک جهانی بالا نمی بردارند؟ و این از آن دلالت می کند که حکومت تاجیکستان شرایط بد زندگی مردم را میداند که در تاجیکستان جای کار نیست، مردم اون معاشی که میگیرند اون فقط برای مواد غذایی به زور میرسد، اما به همه این چیزا نگاه نکردن نرخ برق را سال به سال بالا میبردارد. نرخ‌های نو را میتوانید از سایت رسمی شرکت برق تاجیک دریافت کرده شناس شوید. اینچنین در پایگاه پیام نیز قابل دریافت است. سبب قیمت کردن نرخ استفاده قوه برق را مقامات تاجیکستان طبق نقشه سالمگردانی وضع مالیوی شرکت هالدینگ برق تاجیک در سالهای 2019-2025 عنوان کرده است. اما برای این کار دست کم 1 میلیارد و 200 میلیون دلار لازم است. امروز ما هم بیشتر همین مسئله را بررسی کردنیم. چگونه یک شرکت میانه رو بین استحصالگر و استفاده برنده به این مقدار به باطلاق قرض هنگفت غوطیده است، حالان که یگان رقیب در بازار ندارد. با همین حال اعلان کرده بود که یکی از سبب‌های اساسی مفلسی شرکت برق تاجیک قرض اهالی کشور از استفاده قوه برق است، آن هم 1 میلیارد سومانی. ولی آیا این اساس دارد که واقعاً همین قرض مردم است که شرکت مونوپولی را وارد بحران ساخته است؟ آیا واقعاً مردم اینقدر قرضدار است؟ مرا قرضدار کردن. این قرضهای بی‌اساس. 1 میلیارد سومانی معادل بیشتر از 100 میلیون دلار است و در اصل این مبلغ همگی 4% قرض برق تاجیک را هم تشکیل نمی‌دهد. قرض کردیتوری برق تاجیک طبق معلومات به دست آمده از آمار خود شرکت، وزارت مالیه، حکومت تاجیکستان و غیره از مرز 22 میلیارد سومانی عبور کرده بود. با در نظر داشت اینکه هر سال این شرکت حدود 3 میلیارد سومانی ضرر می‌بیند، میتوان با اطمینان گفت که حالا قرضش نزدیک 24 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. وقتی مردم 1 میلیارد سومانی قرضدار است، 23 میلیارد سومانی دیگر چگونه نابود شد؟ برق مردم را میبرد، قطع میکنید و این دروغ است که مردم قرضدار اساسی برق تاجیک اهالی هست. این یک دروغ بسیار شاخدار است که تهمت است از طرف حکومت به مردم. قرضدار اساسی برق تاجیک خود حکومت است. فقط برق تاجیک 2.5 میلیارد دلار برابر بودجه تاجیکستان قرضدار است. همین سال گذشته ضرری که برق تاجیک به بودجه تاجیکستان به رساند 700 میلیون دلار است. 3/1 بودجه را فقط برق تاجیک دزدید و ضرر رساند. سبب یک چیز است، اگر به اهالی بفروشد، اهالی پول را پرداخت میکنند از طریق بانک و این پول مردم وارد حساب کتاب بانکی تاجیکستان میشود. از این دزدیدن دیگر دشوار است. اما اگر همین برق را به خارج بفروشد، خارج مبلغ را به صورت حساب‌های خارجی انتقال میدهد، نه مستقیما به تاجیکستان.
این مبلغی که از فروش برق به خارجی ها چه به ازبکستان باشد، به افغانستان، به قرقیزستان یا هر کشور دیگر صورت میگیرد، از طریق صورت حساب‌های افشاری شخصی خود خانواده پرزیدنت صورت میگیرد و این مبلغ در صورت حساب‌ها باقی میماند، وارد تاجیکستان نمیشود. برای همین پرزیدنت منفعت‌دار است که برق را به خارجی ها بفروشد، نه به اهالی خودش. شرکت مونوپولیست و بزرگترین قرضدار در کشور امروزها دعوای دیگر پیش می آورد که استحصال برق از فروش آن گرانتر تمام می شود. اما حساب ها نشان می دهد که قیمت استحصال 1 کیلووات برق در تاجیکستان حد اکثر 5-6 درم را تشکیل می دهد، یعنی 4 برابر کمتر از قیمتی که به اهالی فروخته می شود. نرخ صادراتی برق به خارج هم تخمینا همان نرخی است که به اهالی فروخته می شود، یعنی 2 سنت در تابستان و 2.5 سنت در زمستان. نرخ 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان 2 سنت است، یعنی نزدیک 2 سنت است. برای مقایسه در قرقیزستان همسایه 1 سنت است. تاجیکستان همین برق ما را چه به داخل به اهالی و چه به خارج با نرخ برابر می فروشد. حتی در تابستان با ازبکستان برق را از اهالی خودمان ارزانتر می فروشد. اما در زمستان اهالی تاجیکستان و ازبکستان برق تاجیکستان را با یک نرخ می خرند. سوال با وجود میاد که چرا به جای فروختن همین برق 2 سنتی به خارج به ملت خودت بفروش؟ چرا لیمیت میکنی؟ چرا برق را قطع میکنی؟ مردم کو پرداخت میکنند. اگر پرداخت نکرد شما حتما برق مردم را میبرید، قطع میکنید. اما دعوای 1 میلیارد سومانی قرضدار بودن مردم از شرکت برق تاجیک را از جانب دیگر تحلیل کنیم، باز هم میبینیم که بیشتر به مبالغه شباهت دارد. ببینید، در تاجیکستان با در نظر داشت هجرت زیاد اهالی در یک حوله 2-3 خانواده زندگی میکرده، وجود داشتن یک حساب کنک و غیره حدود 1 میلیون حساب کنک فعال هست. 1 میلیارد سومانی به هر حساب کنک 1000 سومانی میرسد. اصلا امکان ندارد که همه یا حتی نیم مردم قرضدار باشند. اگر 25% مردم هم قرضدار باشند، به هر حساب کنک قرضدار 4000 سومانی میرسد. حالان که اگر به سر هر یک حساب کنک اهالی 1000 سومانی هم قرضدار باشند، این خیلی قرض بزرگ است و اصلا امکان ندارد که برق تاجیک اجازه چنین قرضدار بودن را به کسی دهد. چون کارمندان شرکت برق تاجیک هر هفته یا حد اقل ماه 1 مرتبه در مردم را میکوبند و برای حتی 100-200 سومانی قرض سیم برق را میبرند. اکنون چی رسد به 4000 سومانی که میگفتیم، احتمال 25% اهالی قرضدار باشد. با نظر داشت این دلایل می شود خلاصه کرد که قرض اهالی از شرکت نه بیشتر از 100 میلیون سومانی است. اگر به همین گزارش رسمی حکومت باور کنیم که 22 میلیارد دلار شرکت برق تاجیک قرضدار است، 21 میلیارد و 900 میلیون سومانی دیگر از کجاست؟ متخصصان بانک جهانی شاید دانند که قرضدار اساسی در نزد شرکت برق تاجیک این کارخانه تالکو و یک چند کارخانه های سمنت براری و کارخانه های مسئله ساختمانی می باشند که به این یا اون نفر نزدیک به حکومت تعلق دارند. اما این چیز را صرف نظر کرده اما وقت اشاره به اون میکنند که مردم حقی استفاده برق رو سری وقت نمی پردازند و این قرضا از سالهای پیشین جمع شدن. خوب اگر قرضا از سالهای پیشین جمع شده باشند، چرا حکومت چندین بار قرض کارخانه تالکو رو بخشید و وضع بدی زندگی مردم رو میداند اما این قرض رو به مردم نمی بخشد. در عموم اگر بگیریم مردم نان دهان خودشان مونده پیش از همه پول برق رو می پردازند، با اون خاطر که در زمستان سرد مسئولین شرکت با اون نگاه نمی کنند که هوا سرد است و می توانند که برای 100-200 سومی اون نفری که قرضدار است اومده سیم برقش رو ببرند و اون نفر رو از برق بی‌نصیب گردانند. از این رو مردم پیش از همه پول برق رو میپردازن و اگر امروز خوب تحلیل کرده بینن مردم اینقدر قرضدار شده نمیتونن از این شرکت. طبق معلومات منابع پیام، بزرگترین قرضداران نزد شرکت برق تاجیک شرکت های متعلق به اعضای عائله رئیس جمهور،
از جمله شرکت فراس، شرکت‌های متعلق به حسن اسدالله زاده مثل تالکو و دیگر داماد جیان‌هایش میباشند. اما طعنه قرضداری به مردم زده می شود. اگر چنین نیست، پیشنهاد ما این است که حتما تا به عادی‌ترین شهروند تاجیکستان روی خط قرضداران از استفاده قوه برق رسانه‌ای شود.